Очень приятно сегодня вместе с президентом Рахмоном присутствовать на церемонии открытия. Я в этой связи горячо поздравляю с открытием здания парламента и здания правительства Таджикистана, которое сегодня успешно завершило свое строительство. 5年前， 5 лет тому назад мы с президентом Рахмоном вместе открыли макеты этих зданий. В течение последующих 5 лет строители двух стран прилагали огромные совместные усилия, преодолев трудности и тем самым обеспечили своевременное и высококачественное строительство этих двух зданий. И в этой связи я хочу выразить всем строителям двух стран высочайшее уважение и сердечную признательность. محترم رئیس جمهوری مردمی چین، دوست گرامی سی جین پینگ، مهمانان عزیز، حاضرین گرامی، با کمال قناعتمندی میخواهم یادآور شوم که 5 سال مقدم ما با رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پینگ در دایره سفر دولتیشان از روی لایحه مجموعه بناهای مجلس عالی و حکومت جمهوری تاجیکستان پرده برداشته بودیم. باعث فرامندی زیاد است که ما امروز در مراسم افتتاح این بناهای محتشم حضور داریم. بنیاد مجموعه بناهای مذکور که نمای آنها با استفاده عنصرها و نقش و نگار ملی، صنعت بلند معماری معاصر و اسلوب خاص از جانب ساختمانچیان جمهوری مردمی چین ساخته شدند، در دایره همکاری سودمند تاجیکستان و چین در اساس دستگیری بی‌غرضانه مالیوی این کشور دوست و همسایه بزرگ ما عملی گردید. دوستان گرامی، امروز روز بسیار تاریخی است در همکاری‌های ما و جمهوری مردمی چین. میدونید چی؟ اولش این که امروز روز 10 سالگی اولین سفری دولتی به جمهوری تاجیکستان دوست گرامی من رئیس جمهوری مردم چین به تاجیکستان یعنی یوبیله است و این تحفه بالای این تحفه بهترین است، بهترین. اینا بر حرف‌های زرین نوشته می شوند در تاریخ هر دو کشور. عصرها هزارها میگذرند، این فراموش نمیشود از یاد مردمان مایش. در این بناهای زمانه‌ای برای فعالیت دو مقامات کلیدی حاکمیت دولتی صاحب استقلال ما، مجلس عالی و حکومت جمهوری تاجیکستان، شرایط بهترین کاری فراهم آورده شده است. همه وکیلان، هیئت کارمندان مقامات قانونگذاری و حاکمیت اجرایی کشور را به این مناسبت خاطرمان تبریک میگویم. آن هم قابل تأکید است که این بناها همچنین به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه حسن و طراوت نو بخشیده، سیمای آن را باز هم زیبا و رنگین نمودند. با ساختمانچیان و معماران و مهندسان و کارگران که در بنیاد این مجموعه سهمی ارزنده گذاشتند، ایثار منتداری خود را بیان می‌نمایم. محترم جناب رئیس، ما چنین می‌شماریم که این مجموعه بناهای با دستگیری بی‌واسطه شخصا شما بنیاد گردیده، همچون رمزی دوستی پایدار، روحیه رفاقت و مناسبت‌های نیکی همجواری مردمان تاجیکستان و چین را انعکاس می‌کند. وکیلان محترم، شما وکیلان تاریخی شدید. اشتراک در مراسم چنین مجموعه زیبا و این افسانه برای ما شما و این تشبث کیست و کمک بی‌غرضانه کیست؟ من همین شخصیت سیاستمدار خیرتمند سطح جهانی که در دنیا نظیر ندارد، دوست گرامی من رئیس جمهوری مردمی چین جناب سی جین پینگ است. محترم
رئیس جمهوری مردمی چین جناب گرامی قدر سی جین پین، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، حاضرین گرامی، باعث کمال سرفرازی است که حضور شما را در مراسم خاطرمان افتتاح مجمع بناهای معموری مجلس عالی و حکومت تاجیکستان که با کمک بی‌غرضانه دوستان چینی ما بنیاد گردیده است صمیمانه خیر مقدم گویم. به حکومت جمهوری مردمی چین و شخصاً به شما محترم رئیس جمهوری مردمی چین جناب سی جین پین برای دستگیری پیوسته‌تان از ساختمان این مجمع زمانوی سپاس عمیق رهبریت، وکیلان و هیئت کارمندان پارلمان جمهوری تاجیکستان را ابراز می‌نمایم. بینای پارلمان که در آن تمام شرایط ضروری برای کار و فعالیت وکیلان و کارمندان فراهم آورده شده است، با طرح ناتکرار معماریش سیمای پایتخت دولت صاحب استقلال ما شهر دوشنبه را زیبا و تراوت بیشتر می‌بخشد. آن باز یک رمز دوستی ابدی، حسن همجواری، اعتماد و احترام و دستگیری همدیگری کشورهای ما در راه رشد مشترک میباشند. ما مساعدت و دستگیری دائمی دوستان چینی و شخصا شما را محترم جناب رئیس جمهوری مردمی چین در تطبیق لایحه‌های کلان مقیاس اقتصادی و اجتماعی در جمهوری تاجیکستان بلند قدر میکنیم. از روند رشد و توسعه بی‌میلان شریکی استراتژی همه‌جانبه کشورمان با چین دوست اظهار قناعتمندی می‌نماییم و آینده آن را درخشان می‌بینیم. باور داریم که نتیجه این سفر دولتی شما به تاجیکستان مناسبت‌های همکاری کشورهای به هم دوست و همسایه نزدیک ما را با مضمون و محتوای عملی تازه باز هم غنی خواهد گردانید. لطفاً بار دیگر منتداری صمیمانه ما را بپذیرید. سپس سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم سی جین پین با شرایط کاری در بینای پارلمان تاجیکستان شناس شدند. ضمن شناسایی به سران دولت‌ها اطلاع داده شد که در رفت ساختمان بیش از 1500 کارگر محلی و متخصصان چینی از 5 شرکت ساختمانی اشتراک کردند. بینای پارلمان در خیابان رودکی بنیاد شده، در قسم پیش آن گلگشت با فواره‌ها، راه و پیراهه‌ها بنیاد گردیده است. بلندی بینای اساسی 49.7 متر بوده، با گنبدش 70 متر را تشکیل می‌دهد. مساحت عمومی بینای پارلمان 43750 متر مربع میباشد. در آشیانه‌های بینای پارلمان تالار مجلس‌های یکجایه با 1500 جای نشست، مجلسگاه‌های پلاتای بالایی و پایانی هر کدام با 250 جای نشست، تالار قبول مهمانان عالی قدر، مرکز تکنولوژیا و کمونیکاسیون‌های اطلاعاتی، مرکز طبی، کتابخانه، تالار برای کنفرانس‌های مطبوعاتی با 350 جای نشست و دیگر حجره‌های کاری و یاری رسان جایگیر کرده شده است.